این متن رو برای تویی می نویسم که خیلی دویدی ولی نرسیدی نشد. یه موقعی تو زندگی هست که چشم باز میکنی و میبینی اونطور که تو میخواستی پیش نرفت. یاد تمام تلاشایی که کردی میافتی، یاد شب بیداری هایی که کشیدی میافتی، یاد رویاهای شیرینی که میبافتی. میبینی تو عالی بودی ولی بازم نشد. دقیقا همونجاست که میفهمی همه چیز دست تو نیست. تو فقط میتونی یه بخشی رو کنترل کنی و نباید برای چیزایی که تحت کنترلت نیستن قصه بخوری. باید رهاش کنی. هضم این قضیه اصلا آسون نیست. همون روزایی که احساس شکست و ناکامی بند وجودت رو احاطه کرده، احتمالاً بعضی از دوستات رو از دست میدی. تا دوباره سعی کنی یه آرزوی نو بسازی و خورد شیشه های شکسته رو به هم وصل کنی، آدم دیگه ای میشی. سرسخت‌تر، صبورتر، آرومتر و با تجربه تر. توی مسیر تکوندن خاک روی زانوها تو بلند شدن، یاد میگیری چجوری برق چشمات رو دوباره به چهرت برگردونی.